استاد حامیدخواه عزیز، هنرمند خوبمون که زحمت زیادی برای فرهنگ منطقمون کشیدن، ازشون میخوایم به جایگاه تشریف بیارن. تشریف بفرمایید. و فکر کنم همسر عزیزشون نویسنده کار نیال هستن، باز در غیابشون هم تشریف بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا سخن گفتن در این جمع یکی از دشوارترین کارهاست. حالا ما به دلیل معلم بودن معمولاً خیلی سختی نمیبینیم، ولی به این جمع میرسیم واقعاً برای ماها سخن گفتن بسیار سخته. من مصدق اوقات نمیشم مثل خیلی از مدیران که دعوت میشن برای سخنرانی، همشون میگن مصدق اوقات نمیشیم، ولی بعد میبینیم مثلا 1 ساعت 1 ساعت و نیم توضیح میدن که من گاهی به دوستان مدیر میگم یک اشتباه فاحش رو هیچ وقت انجام ندید، و اون هم این که در جمع اهالی هنر لطفاً سخنرانی نکن. چرا که هنرمند اگر قرار بود که بشنوه و فقط سخن شما رو گوش بکنه، هیچ وقت هنرمند نمیشه. هنرمند با اثر خودش، با فیلم خودش، با کتاب خودش، با نقاشی، با موسیقی، اصلا افراد کم سخنن. حالا یک خاطره‌ای دارم که اون رو حالا انشالله در یک فرصتی دیگری، به این دلیل سخت است سخن گفتن، مگر اینکه فردی که سخنرانی میکنه واقعا شرایط سخنوری داشته باشه. این رو به این دلیل عرض میکنم که من بدون اغراق در این شهر، در شهر تربت جام، واقعا به معنای واقعی خودش سخنوران زیادی دیدم. این رو اغراق نمی کنم. من تقریبا میتونم ادعا بکنم که همه شهرهای ایران رو رفتم، با اهل هنرش، با اهل ادبش، با اهل عرفانش، اما واقعا در این شهر من شگفت زده شدم که اگر کسانی هم صحبت میکنن مقام سخنوری رو به خوبی میدونن و نمونه‌هاش بسیار، از جناب دکتر قیامتی گرفته تا جناب دکتر بهرامپور، از کسانی که در زمینه عرفان الان در جمع ما نشستن و ما بسیاری از اینها رو در همین فیلم خودمون به تصویر کشیدیم و من بارها و بارها اینها رو که میدیدم واقعا شرایط سخنوری رو به خوبی میدونن و این برای بنده حقیر نه از باب تعارف، نه از باب تعارف که فقط تعارف بکنیم. و این رو من همیشه به دوستان مدیر میگم تلاش بکنید برای دوستان هنرمند سخنرانی لطفاً نکنید، چون خیلی هم گوش نمیدن. یعنی همون که شما دارید صحبت میکنید و همه چی رو با هم دیگه متصل میکنید و ممکنه با خودکارش داره یا یه شعر مینویسه برای خودش یا نقاشی داره میکنه یا یه کاریکاتور خودتو میکشه و بعد یه اثر خلق میکنه و خیلی اگر قرار بود که گوش بده واقعا هنرمند نمیشد. اینی که به دوستای جوونم میگم که واقعا تلاش بکنید که اثر خلق بکنید تا اینکه بخواید درباره هنر حرف بزنید. اگر اینجا موسیقی اجرا میشه اون مهمه برای کسی که در سالن نشسته، نه افرادی که بیان فقط توضیح بخوان بدن. فقط من یک نکته رو که بی مناسبت نیست خدمت دوستان عرض بکنم. گروه استاد کیانی الان در کشور اندونزی در جشنواره هارمونی، من این واژه را هارمونی، مقام اول جهان رو کسب کردن. این کشور انگار در خواب فرو رفته و انگار خبر نداره که چه اتفاقی رقم خورده. ما فقط در این شهر میبینیم که بین دوستان جوان و اهالی داره دست به دست میشه که تبریک میگن و انگاری اهل فرهنگ و هنر در خواب و هیچ روزنامه‌ای اشاره‌ای به این نکرده، هیچ
سایتی، هیچ کسی به این ملت تبریک نگفته. آن هم برای خانواده‌ای، برای شهری، برای گروهی که اگر چیزی رو کسب کرده، چه در قبل از انقلاب چه در بعد از انقلاب و الان برای سومین بار در سطح جهان میگه متعلق به این کشور، متعلق به این مرز و بومه و مدالهای خودش رو اهدا میکنه به در حقیقت موزه مزار شیخ احمد جامی، ولی بقیه کشور در خوابن و من متاسفم از طرف همه اونا از شما مردم عزیز تربت جام عذرخواهی میکنم. اما این واژه هارمونی که ما الان روی صحنه سازی هم داشتیم، اینم هارمونیکاست اگه اشتباه نکنم، درسته؟ این هارمونی رو من فقط توضیح بدم. ببین هارمونی و واژه هارمونی، چون اصلا بی مناسبت ندیدم، همون جشنواره هارمونیه، همین سازی که امشب ما اینجا نواخته شد اسمش هارمونیکاست. به اعتقاد من الان در کشور خودمون اگر حال خیلی از مردم خرابه، اگر یکی میگه من افسردم، اون یکی دغدغه داره، اون یکی مشکل داره، انگاری هارمونی ما به هم ریخته، ما هارمونیمون به هم ریخته، گاهی پول داریم، گاهی شغل داریم، همه چی داریم، هارمونیمون به هم ریخته. در درجه اولین وظیفه هنر اینه که خود هنرمند و بعد مخاطبش رو انگاری بالانس کنه. این همه ملت الان میگن ما افسرده ایم و میرن قرص میخورن، میرن طول درمان میگیرن، میرن. میدونید چه اتفاقی افتاده؟ در واقع ناکوک شده، کوک ما در رفته، به ویژه در مناطق شهری. این در مناطق روستایی به ندرت اتفاق میفته. لطفاً 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 به این هارمونی فکر کنید، به این ناکوکی فکر کنید. همونجوری که یک ساز رو باید کوکش کرد، انسان باید کوک بشه. و بخش اعظمی از این کشور به ویژه شهر تهران ناکوکه، هارمونی نداره. اما جمله پایانی اینه که در شهر تربت جام عوامل زیادی دست به دست هم داده که شماها ازش بهره‌مند بشید تا این هارمونی درست شکل بگیره و بتونید کوک باشید. شما شعر دارید، شما ادبیات دارید، شما هنرها رو دارید، از رقص‌های آیینی گرفته تا موسیقی تا آواز و همه عواملی که هارمونی در این شهر شکل بگیره وجود داره و این موهبت بزرگی است که دیگر شهرها نداره. و من خرسندم که با این شهر پیوند خوردم. از جناب آقای منصوری تشکر میکنم، دکتر بهرامپور، استاد فاروق کیانی و همه کسانی که سبب شدن من با این شهر پیوند بخورم و راستش قبطه میخورم که چرا در دیگر شهرها ما این همه بضاعت رو برای کوک بودن، برای هارمونی داشتن نداریم. به افتخار خود. تشکر از استاد عزیز که واقعیات رو گفتن، اون چیزی که در جامعه میبینیم. تشکر میکنم از شما استاد عزیز جناب حامدی خواه